در زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم. با هر کسی که در جبهه شماست من خوبم، حرب لمن حاربکم. با هر کسی که با جبهه شما میجنگه. این جنگ اشکال مختلفی داره. در دوران شمشیر و نیزه یه جوره، در دوران اتم و هوش مصنوعی و امثال اینها یه جوره. حرب لمن حاربکم همیشه به معنای تفنگ به دست گرفتن نیست، به معنای درست اندیشیدن، درست سخن گفتن، درست شناسایی کردن، دقیق به هدف زدن. ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.